כן, מגי, איראן של הימים האחרונים זאת איראן אחרת, שאזרחי איראן לא ציפו לה, הם לא חשבו שכך תיגמר המלחמה הזאת בין איראן לישראל ולארצות הברית, הם מצפים עוד לתקיפה של טראמפ, ההקלטות הבלעדיות שאנחנו נשמיע עכשיו, הם בעצם מראות יותר מכל. הם רוצים תקיפה אמריקאית, הם רוצים השמדת המשטר, והם אפילו מביעים ביקורת על כל העולם כולו. טראמפ برای مردم ایران آورد آزادی نبود به نظر من. دو تا برگ برنده به حکومت جمهوری اسلامی داد. یکیش این خیابون‌هایی هستن که توی ایران هر شب ساعت 8 شب تا 1 شب دست بسیجی هست و دومی پررو شدن سپاه پاسداران مخصوصا توی تنگه هرمز بود، در صورتی که این یک تنگه است، یک کانال نیست که ما بخوایم مالیاتی از این اون اخذ کنیم. چیزی که من میدونم اینه که بازنده اصلی این جریان مردم ایران بودن، در صورتی که ما روی آقای ترامپ حساب باز کرده بودیم. من حس میکنم که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو هم بازی داده. در مورد اینترنت، اگر حالا اسرائیل به عنوان مثال یک روز اینترنت غزه را قطع می‌کرد، همین سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری و کشورهای غربی مدعی دموکراسی و حقوق بشر دنیا را روی سر خودشون خراب می‌کرد. 90 روز از قطع اینترنت در ایران گذشت، اما آنها به خاطر نفت و گاز سکوت مرگباری را اختیار کردند.